اسماعیل خان، یک از رهبران جهادی در غرب افغانستان، در مراسم 24 هود قیام مردم هرات علیه حکومت وقت یک بار دیگر حکومت وحدت ملی را به باد انتقاد گرفت. آقای اسماعیل خان از رئیس جمهور خواست که برای تامین امنیت افغانستان بیشتر به مجاهدین توسل نماید. از ناکاری‌های حکومت در برابر چند نفر جنایتکار مزدور همسایه ها امروز درد سر به ملت بزرگ ما گردیدند. اینا ناکاری هایی است که باید حکومت در این لحظه باید تصمیم بگیرد و متوجه بشد. محمد آصف رحیمی والی هرات هم در سخنان سال پیش رو را سال دشوار و خطرناک برای افغانستان پیش بینی کرد. آقای رحیمی تاکید کرد که نیروهای امنیتی افغان توانایی آن را دارند تا جلوی حملات مخالفان مسلح دولت را بگیرند. در 38مین سالروز 24 هود قیام مردم هرات هزاران تن از باشندگان ولایت هرات اشتراک داشتند. گفته می شود که در 24 هود 1357 حدود 24,000 تن از سوی نظامیان آن وقت کشته شدند. به همین اساس همه ساله از این مراسم بزرگداشت می شود. اما تاکنون کدام اسنادی که بتواند این آمار را ثابت کند ارائه نشده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.